دوستان بچه امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدیم بریم کلا از وسط خارج شدیم، میریم یه بازی شبیه سازی که جدید اومده ولی بتاش شبیه ساز سوپرمارکت یا سوپرمارکت سیمیلیتر. خب بریم بازیش کنیم و قبلش لایک کنید، کانال رو ساب کنید و اون زنگولش رو بزنید. دمتون گرم. خب میگه برو تو کامپیوترت و میبینی که بتا کلا اصلا هیچ کامل نیست. میگه اوردر. خب چی بگیریم؟ ما $100 پول. ببین ما به نظرم اگه ببین بیشتر کلا سوپرمارکت ها یه بسته تخم مرغ دارن، نون دارن، حالا روغن هم میزنیم تنگش، پاستا نمیشه. پاستا رو بزن برم. خب همین رو میگیریم 3 قلم و بذار من محیط بیرون نشون بدم. ببینید که بتاست کلن و کامل هنوز نشده و ببینید که یه خیابونه اینجا هم وسیله میاد و بتای شهر خلوته در آینده چیز میشه. خب روغن ها رو ما پایین میچینیم. خب ولی وسایل رو بچینیم. نونم بالا میذاریم. تخم مرغ کنار نون، کنار روغن رو میذاریم که برن یه نیمرو بزنن با نون توست. میگه چیز قیمتاشون رو درست کن. روغن 5.78 سنت. خوب منطقیه، بالاخره منطقی باشی. نور رو میکنیم 1.42 سنت و تخم مرغ رو همون $2 فیکس میزنیم که سودش 55 سنت میشه. میگه اوپن استور، مغازه رو باز کن. بعد سوپرپول سلام علیکم، خوب هستید؟ خب میگه برو کنار چیز برو پول میگه برقی پول بهش بده. خب 44 سنت بود. خب استرس میزنیم میره. ممنون از خیرتون و چیو بله 2 تا تخم مرغ داشتی، 2 تا هم روغن. خب خوش اومدید به مغازه خودتون. اینجا بهترین مغازه دارید در کل این محله سگیتان. یه تنها سوپرمارکت این محله. 66 سنت بعد بهشون بقیه پول بدم. 66 سنت. خسته نباشید، سلامت باشید. چی میتونم بگیرم حاجی؟ پاستا میگیریم. پاستا دوست میداریم. بله 3 تا از تخم مرغ که به عبارتی یه دونه من به شما با پول بدم. آبی سب کن من برم پاستا بیارم. اوف پاستا ها رو با حرف زنم. آبی سب کن. خب اوف برو نیمرو بزن برای خانواده. $36 22 سنت. بفرمون بوده. خداحافظ. من قیمت پاستا ها رو ست کنم. میگه باید 25 تا مشتری بدی بره. پاستا رو ما بخونیم $3. بچه بعد یه شب این بازی تمرین ما میریم ویدیو تمام شد. خب 48 بفرمون برو مانست. چون روغن تخم مرغ رو بردن. ببین اگه مثلا چیزای دیگه هم باشه تو بازی اگه بتونیم اضافه کنیم اینجا رو بخش
چیز مثلا تخم مرغ و اینا، اینجا خوراک. 3 تا روغن کجا میبری؟ یه نیازه دیگه. 65 میدم، برو حال کن. بفرمایید. نباشید، سلامت باشید. ببین میگه ابجکتیو میگه مثل من مشتری رو باید راهی کن. من با $64 پول. ببین رفت خونش، اون رفت خونش. داداش پاستامون حرف نداره. شما فقط داداش خواهر 3 تا پاستا یه روغن 44 سنت. حالا من یه سن بیشتر میدم برو عاشق روزگار بدی. خب چی میخوای؟ برو یه نون روغن. ببین اینقدر بده. چی اویل؟ ببین چی میتونی بیاری؟ یه دونه بچه ها چیزو بردیم قلات. سال عزیز روغن تمام شده متاسفانه. بیداش قلات قوچمزه رو بردیم که گرونترین محصولمونه فکر کنم. یه دسته نون. آبجی برو، خداحافظ، خدا بده بارکت. ببین ما از اونجایی که اینو میدیم 4.55 سنت. ما چقدر گرون میگوشه. قلات خریدید؟ ببین این قلات حدودا برای صبحانه است. اگه بچه داری که برای مناسبه. 59 سنت، 75 سنت. اشکال نداره دیگه. پول هست. یه بسته روغن بخر. یه بسته روغن میخریم دای. نه پولمون نمیرسه بکن. نمیخریم دای. نه کلا روغن گرونترین محصوله و اگه به شکر اضافه میکن. کچلواری شما همون نبودید جناب. نه اشتباه دادم. برگردون داداش. آها برگردون. 75 51 سنت. سلام و مرسی داداش. آخه $84 میخ پول خورد میکنی. $100 داده، $15 خرج کرده. $84. $4.90 سنت. یکم از این یاد بگیر. کچلواری. $90 بریم اویل بخریم. سپامیدم اویل 2 تا $106 داداش. من هیچ وقت بله اومدم. داداش خواهر بابا این همه 3 تا بسته نون خریدی. 90 سنت. 90 سنت خدمت شما. خب داره شب میشه. چرا بالا بزن ماما سید. شما باید خیلی پول بدی عزیزم. 80 سنت. بابا بنازم پول داریه دیگه چی کار کنیم. داداش یه بسته نمون دیگه بردید. بده من. چقدر؟ $3. 3. برو عشق کن بابا، ول کن. برو خداحافظ. مغازه تعطیل داداش. نیست. نگرد نیست. ما این روغنه هم بذاریم. نیست آقا. برو.
خب مرسی که میدونی، امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیو دیگه فعلا بدرود.